وقتی دو نفر واقعا قسمت هم باشن، این 5 اتفاق بینشون میفته. تا حالا شده با یه نفر آشنا بشی از همون اول یه حس متفاوت داشته باشی؟ یه حسی که انگار این آدم با بقیه فرق داره. انگار لازم نیست خیلی تلاش کنی تا بفهمته. انگار یه آرامش خاصی کنارشه که قبلا تجربه نکردی. اما سوال اینجاست: از کجا بفهمیم این حس واقعا یه ارتباط عمیقه یا فقط یه هیجان موقته؟ چون خیلی وقتا ما اشتباه میکنیم. فکر میکنیم کسی که خیلی دلمون براش تنگ میشه حتما آدم درستیه. فکر میکنیم کسی که ذهنمون رو درگیر کرده حتما عشق واقعی ماست. در حالی که عشق واقعی همیشه با اضطراب و نگرانی نیست. گاهی عشق واقعی خیلی آرومه. یه حس امنه. حسی که باعث میشه کنار یه نفر بیشتر خودت باشی. توی این ویدیو میخوایم 5 نشونه رو بررسی کنیم که وقتی دو نفر واقعا برای هم مناسب باشن معمولا بینشون دیده میشه. نشونه اول: در زمان درست وارد زندگی هم میشید. یکی از جالب ترین چیزها درباره بعضی رابطه ها زمان شروع اونهاست. خیلی‌ها فکر میکنن آدم درست باید وقتی وارد زندگیشون بشه که همه چیز عالیه. اما واقعیت اینه که خیلی وقتا این اتفاق نمیفته. گاهی یه نفر درست زمانی وارد زندگی ما میشه که داریم از یه دوره سخت عبور میکنیم. شاید بعد از یه شکست، شاید وقتی اعتماد کردن برامون سخت شده، شاید زمانی که فکر میکردیم دیگه کسی نمیتونه ما رو خوشحال کنه. مثلا تصور کن کسی بعد از یه رابطه سخت دیگه به هیچ کس اعتماد نداره. بعد یه نفر وارد زندگیش میشه که عجله نمیکنه، فشار نمیاره و فقط با رفتار درستش کم کم باعث میشه دوباره اعتماد کنه. آدم درست قرار نیست همه مشکلات تو رو حل کنه، ولی میتونه باعث بشه دوباره امید پیدا کنی و نسخه بهتری از خودت بشی. نشونه دوم: کنار اون آدم آرامش داری، نه سردرگمی. یه فرق بزرگ بین عشق واقعی و یه رابطه ناسالم وجود داره. عشق واقعی بهت آرامش میده، ولی رابطه اشتباه همیشه تو رو درگیر سوال میکنه. چرا جواب نداد؟ نکنه دیگه دوستم نداره؟ نکنه دارم از دستش میدم؟ وقتی همیشه مجبور باشی دنبال نشونه بگردی که بفهمی طرف مقابل چه حسی داره، یعنی یه جای رابطه امنیت کافی وجود نداره. مثلا یه نفر که دوستت داره وقتی ناراحت میشه ناپدید میشه تا تو رو تنبیه کنه. حرف میزنه، توضیح میده و دنبال حل کردن مشکل میگرده. آدم درست باعث نمیشه دائم نگران باشی. حرف و رفتارش با هم هماهنگه و حتی وسط اختلافا هم احترام باقی میمونه. نشونه سوم: برای دوست داشته شدن خودت رو تغییر میدی. یکی از بدترین اتفاقات توی رابطه اینه که کم کم خودت رو فراموش کنی. یعنی شروع کنی نقش بازی کردن. چیزایی که دوست داری رو کنار بذاری. احساساتت رو پنهان کنی فقط برای اینکه طرف مقابل ازت ناراحت نشه. مثلا یه نفر عاشق نقاشیه، ولی چون شریک عاطفیش این کارو جدی نمیگیره کم کم کنار میذارتش. بعد از مدتی میبینه نه فقط نقاشی، بلکه خیلی از چیزایی که خوشحالش میکرده رو هم از دست داده. اما آدم درست باعث نمیشه کوچیک‌تر بشی، باعث میشه بیشتر خودت باشی. وقتی موفق میشی خوشحال میشه، وقتی هدف داری حمایتت میکنه. عشق واقعی یعنی کسی تو رو با تمام نقصات ببینه و بازم انتخابت کنه. نشونه چهارم: حتی سکوت بینتون هم حس خوبی داره. خیلی‌ها فکر میکنن رابطه خوب یعنی همیشه حرف زدن، خندیدن و هیجان داشتن. اما یه نشونه عمیق‌تر وجود داره. اینکه بتونید کنار هم سکوت کنید و باز هم احساس نزدیکی داشته باشید. مثلا دو نفر بعد از یک روز کاری سخت کنار هم نشستن. یکی کتاب میخونه، یکی فیلم میبینه. شاید حتی چند دقیقه هم هیچ حرفی نزنه، ولی هیچ کدوم احساس ناراحتی نمیکنه، چون فقط بودن کنار هم براشون آرامش بخشه. دو نفر که واقعا با هم احساس امنیت دارن از سکوت نمیترسن، چون لازم نیست همیشه چیزی رو ثابت کنن. نشونه پنجم: حضور هم باعث رشدتون میشه. یه رابطه خوب فقط درباره احساسات نیست، روی کل زندگی آدم تأثیر میذاره. بعد از ورود یه آدم درست ممکنه بیشتر به خودت اهمیت بدی، هدفات جدی‌تر بشن، اعتماد به نفست بیشتر بشه، بیشتر برای آینده تلاش کنی. مثلا ممکنه قبل از آشنایی با اون آدم همیشه یه کاری رو عقب بندازی، ولی وقتی کسی کنارت هست که بهت باور داره و تشویقت میکنه، انگیزه پیدا میکنی بالاخره برای هدفت قدم برداری. آدم مناسب کسی نیست که تو رو از مسیرت دور کنه، کسیه که کنار مسیرت راه بره. جمع‌بندی: در نهایت هیچ رابطه‌ای کامل نیست، هیچ آدمی بدون نقص نیست، اما وقتی دو نفر واقعا برای هم مناسب باشن معمولا چند چیز بینشون وجود داره: آرامش، احترام، اعتماد، پذیرفته شدن و حس این که لازم نیست برای دوست داشته شدن خودت رو تغییر بدی. شاید عشق واقعی همیشه مثل فیلم ها پر از اتفاقای بزرگ نباشه. گاهی خیلی ساده تر،
گاهی فقط این که کنار یه نفر بشینی و با خودت بگی خوبه که این آدم توی زندگی منه. اگر تو هم یکی از این نشونه ها رو تجربه کردی، توی کامنت بنویس کدومش بیشتر برات آشنا بوده. در ضمن اگر تا اینجای ویدیو اومدی و از این محتوا و موضوع خوشت اومده و از اون دسته از آدمایی هستی که به خودش و زندگیش اهمیت میده، خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب و کامنت و شیر کردن این ویدیو به من انرژی بدی و بعد از سابسکرایب کردن زنگوله نوتیفیکیشن رو بزن تا از ویدیوهای بعدیم که قراره حسابی به دردت بخوره جا نمونی. خب بزن بریم سراغ ادامه ویدیو. اگر تا اینجا ویدیو برات مفید بود حتما لایکش کن و کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بیشتری درباره سلامت، بهره‌وری و سبک زندگی ببینی.